سلام، به آموزش زبان انگلیسی خوش آمدید. این کانال یوتیوب ماست. بیاید با هم انگلیسی را یاد بگیریم. درس اول، زبان انگلیسی 26 حروف دارد. حروف الفبا دارای حروف بزرگ و کوچک هست. امروز حروف بزرگ را یاد میگیریم. بیاید با هم شروع کنیم. A A B B C C D D E E F F G G H H I J J K K L L M M N N O P Q R S T U V W X Y Z. حالا نوبت شماست. شما بگویید این کدام حرف است؟ این کدام حرف است؟ این V است. آفرین. این کدام حرف است؟ این F هست. آفرین. این کدام حرف است؟ این W هست. این کدام حرف است؟ این Q هست. آفرین. این کدام حرف است؟ این B هست. آفرین. این کدام حرف است؟ این S هست. آفرین. حالا بیاید با هم تکرار کنیم. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. حالا نوبت شماست. حروف را ببینید و تکرار کنید. آفرین. حالا شما حروف بزرگ الفبای انگلیسی را یاد گرفتید. شما در ویدیو بعدی حروف کوچک الفبای زبان انگلیسی را یاد میگیرید. ما هر روز ویدیو جدید برای شما آماده میکنیم. با ما باشید. برای ویدیوهای جدید کانال یوتیوب ما را لایک و سابسکرایب کنید.